این ماشینته بعد از این که مردی، این رفیقته، این عشقته و اینم فرزندته. 100 سال دیگه یعنی سال 1504 همه ما و عزیزانمون مردیم. خونه ای که واسش جون کندیم تا تونستیم قسطاشو بدیم پر شده از صدای خنده آدمایی که حتی اسممونو نمیدونن، نه ما رو میشناسن، نه قصه پرغصمون براشون مهمه. اموالمون اگه داشته باشیم یا از بین رفتن یا صاحبای دیگه ای دارنش. کسی آهنگ صدامونو یادش نیست یا حتی نوه هامون اسممونو فراموش کردن. آخه کدوم یک از ما پدر بزرگشو یادشه؟ هممون یه روز خاک میشیم، اما بعضیا زودتر از موعد توی استرس و فکرای پوچ زنده به گور میشن. هیچ کدوم از نگرانی های امروزمون 100 سال دیگه کوچیکترین اهمیتی ندارن. تا اون موقع تمام هرس هایی که خوردیم توی گوشه خاک خورده وسط آلبومی که شاید هیچ کس بازش نکنه گم میشه. آره، واقعیت تلخیه. هیچ چیز موندنی نیست و تنها چیزی که مهمه اون لحظه‌ایه که میخندی یا هر چیز کوچیکی که واسش ارزش قائلی و خوشحالت میکنه. بعضی روزا باید بشینی یه نفس عمیق بکشی و یاد بگیری از چیزی که هستی و داری همین حالا لذت ببری. پس نذار چیزی که تا 5 سال دیگه اهمیتی نداره بیشتر از 5 دقیقه فکرت رو آزار بده. زندگی از یه چشم به هم زدن کوتاه‌تره، پس ازش لذت ببر. اگه پستای این مدلی دوست داری جهان عجایب رو فالو کن.